معرفت اویله‌داری، مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند و پیشگیری زوراوری مسائلی میباشند که دقت مقامات دولتی، مؤسسه‌های تحصیلاتی و کل اعضای جامعه را به تشویش آورده برای پیشگیری حالت‌های ناگوار چاره‌بینی‌ها را تشکیل می‌کنند تا مدنیت و دانش ساکنان بلند کرده شود. بخش کار با زنان و عائله مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند محض به خاطر پیشگیری از آن با دانشجویان فاکولته تحصیلات ابتدایی و پداگوژیک مخصوص محفل تشکیل کردند. مهمانان عالی قدر، استادان نهایت عزیز و معتبر، قدم هر یک شمایان را در این تالار زیبا خیر مقدم میگوییم و محفل امروز را تحت عنوان محبت اساس استواری عائله افتتاح میکنیم با قرصک‌های شما. امروز میبینیم توسط محبت، مهر، دانش و کاردانی، معرفت اندوزی زنان ما تاجیکستان شکوفان است. محض با محبت زن مادر عائله پایدار می شود. موضوعی که امروز ما و شما دایره این موضوع صحبت می کنیم بسا عین مدعاست، زیرا محض محبت، صداقت، صمیمیت زن مادر بانوی تاجیک عائله را پایدار و مستحکم می سازد. تأثیر عائله به انکشاف منبعد شخصیت خیلی بزرگ است، زیرا انسان در عائله تربیت می‌یابد. میگوید استاد دانشگاه در چاره‌بینی زنان سابقه دار و برومند شهر اشتراک نموده از قصه های روزگارشان نقل نموده به دختران تلقین کردند که در زندگی برای موفق شدن همیشه مبارزه باید برد تا شخص کامیاب گردد. گفتن به مورد است که در هر دو حالت نیز مطابق شدن عروس و عرف و عادت‌های عائله نو در اول تا اندازه دشوار خواهد شد. او را در این حالت نه سرزنش بلکه دستگیری باید کرد. در خاطر باید داشتی از نخست مناسبت شوهر و اهل عائله او به نوعروس معینگری رفتار جوابی او در نسبت آنها خواهد بود. بنابراین از روز اول نوعروس را نه شخص بیگانه بلکه عضو کامل حقوق عائله دانسته برایش فضای مساعد فراهم کنید تا اینکه او در خانواده شما خود را به راحت احساس نماید. نسبت به خسور و خوشدامن و خواهر و برادر شوهر مثل پدر و مادر و خواهر و برادر خود مناسبت کنید. چاره‌بینی مذکور تحت عنوان محبت اساس استواری عائله گذرانیده شد. آن طبق نقشه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند در ریاست دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов صورت گرفت. یکی از مقصدهای اساسی برگزاری چاره‌بینی این بلند برداشتن معرفتی عائله‌داری به حساب می‌رفت. امروز نیز طبق نقشه در فاکولته تحصیلات ابتدایی و پداگوژیک مخصوص این ملاقات برگزار گشت ایستاده است و از فرصت مناسب استفاده برده به صدارت فاکولته رئیس شورای زنان فاکولته معلمه عزیز طاهره و موجوده خان منتداری ریاست دانشگاه را اظهار می‌نماییم. گزارش منظور بختیارزاده و نسیم رحیمov برای برنامه اطلاعاتی خبر.